بسم الله الرحمن الرحیم. أذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. صدق الله العظیم. سلام و درود دارم خدمت تمامی هم‌میهنان عزیزم که دارن سخت‌ترین شرایط را زیر تسلط و حاکمیت یک گروه تروریستی به نام طالب سپری میکنن و یک سلام خاص داریم خدمت تمامی نیروهای راه آزادی جبهه مقاومت ملی مردم افغانستان. ما از کوههای هندوکش جبهه مقاومتی اندراب یک بار دیگر به مردممان تعهد می سپاریم و اطمینان می دهیم که مقاومت و ایستادگی بر علیه تجاوز، اشغال و یک گروه تروریستی خوناشام که قاتل مردم افغانستان است ادامه دارد و ما در سخت‌ترین شرایط و در بدترین دمی لحظات و دمی بدترین شرایط و مقاومت و مسلحانه خود علیه این نیروهای متجاوز به نام طالب ادامه میدهیم. همراه ما فرمانده قرارگاه نصرت محمد نوروز حضور داره. با قماندان صاحب یک جا هستیم. بخیر سلامت باشین. پشیمان نیستم هرگز سخن چون از وطن گفتم وطن گفتم وطن گفتم وطن گفتم وطن گفتم